یه خاطره دارم به ذهن اومد بگم، منتها نگید کی بود، خواهش میکنم نگید کی بود. یکی از وزرا به من گفت یه خاطره فلانی داره، اگر رفتی فلان شهر برو خونش بگو خاطره رو بگه. ما فلانی رو در مکه دیدیمش، رفتیم جای مقرش، گفتیم که یکی از وزرا فلانی گفته شما یه خاطره داری، او خاطره رو میشه به من بگی؟ گفت نه خاطره بدیه نمیگم. گفت حالا شما آقای قراتی هستی برات میگم، بگم نگم؟ این خاطره 40 دقیقه گفت تقریبا و چقدر هم نعره کشید و گریه کرد و ما گریه کردیم. او 40 دقیقه رو من 3 دقیقه به شما میگم، خیلی در هم میپیچم خاطره. ایشون یک عارضه پیدا میشه برش میفته. خب جمعیتی از پاسدارا دورش بودن و ایشونو سری میبرن و میگفت یه مرتبه دیدم که گفتن شما آماده شد برای دنیای دیگه. خب ما وارد دنیای دیگه شدیم و گفتن چه کردی؟ گفتم کتاب‌های نوشتیم. گفتم قبول نیست. جبهه قبول نیست. پیشنمازی قبول نیست. درس خارج گفتیم. بابا کتابخونه قرض الحسنه. میگم هر چی گفتیم. گفتم نیومده اینجا. گفتم خب اینجا چیز ثبت نشده. حالا میخوای بگی چه کردی؟ نگاه کن به این صفحه. میگفت یه صفحه راستم. حالا اینا که میگفت خیلی مفصل میگفت، گریه میکرد که ریشم سفید شده، هیچی برای قیامت ذخیره نداره. میگفت یه صفحه باز شد، تمام ریز کارام رو صفحه آمد. ما لهذا الکتاب لا یغادر الا که بود اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم فبصرک الیوم حدید. قیامت خیلی مهمه. این آقا میگفت صحنه باز شدم، بعد گفتن خب چه بد کنیم؟ دیدم عبادتام هیچی ثبت نشده، خلافام همه ثبت شده. یک نعره کشیدم، گفتم من علی را هم دوست نداشتم، من فاطمه را هم دوست نداشتم، تا گفتم من ولایت هم نداشتم. گفتن چرا؟ همین نخی که تو مونده همین بوده، تو اینا رو دوست داشتی. برگرد ولی هیچ کدوم کارات برای قیامت ثبت نشده، برگرد از نو و شروع کن به قرآن. تو برای قرآن کاری نکرد. 4 دقیقه تموم شد. 4 دقیقه 40 دقیقه بودم. میگم وقتی برگشتم، وقتی که توی احسان دستم قلف شد، بعد دیدم پام تکو خورد، بعد دیدم لبم هم شل شد، چشمم هم تونستم باز کنم، چشم باز کردم دیدم دور تختم همه دارن گریه میکنن. قبل از آنیم که این صحنه پیش بیاد، میگم من دیدم پام شل شد، دستم دیگه تکون نمیخوره، تصدیم لبم هم قلف شد. گفتم صدا بزنم، گفتم فلان زود فامیلا خبر کن، نفس آخره. میگفت اینم گفتم، رفتم دیگه. اون صحنه ها رو که دید درم گردن، گفتن تو رو به خاطر ولایت برمیگردونیم. میگفت چشم وا کردم، دیدم پسرم بالا سر با همه فامیل گریه میکنه. گفتم که من نعره هم کشیدم، چون وقتی دیدم دستم خالیه، گفتن هیچ کاری ثبت نشده، نعره کشیدم. گفتم من فاطمه رو دوست نداشتم، علی رو دوست نداشتم. میگفت چون نعره کشیدم، گفتم بی جلو در گوش بچه‌م گفتم آیا من نعره هم کشیدم؟ چون تو اون دنیا نعره کشیده بود. گفت نه نعره نکشیدی. بری آقا جون 2 ساعت چنون میلرزی که هر چی تخت نگه میداریم تکون بخوری. ببین آقا جون تو زیر پلینت خیس شد، پیرنت خیس شد، پتوها خیس شده، انگار سطل آبه. بگم منو برم گردونم. این صحنه ها برای ما هست. به امام رضا بگید حلش کنه.